درود بر همگی، مرسی که دارین دور ما رو نگاه میکنید. بریم سراغ مهمونه این هفتهمون. من که مهسا هستم، حدود 8 سال و نیمه که آمریکا هستم تقریبا. منم محمد هستم. ترکیب دیگه، من پی اچ دیم توی کمیکال انجینیرینگه، ولی لیسانس و فوق لیسانس هم توی مکانیکال انجینیرینگ. تحصیلاتم کلا مکانیک بوده، کارم هم مکانیکه. واقعا مهم نیست که قبلش چی کار می‌کردی، بک‌گراند چی بوده. اگه واقعا بخوای تلاش کنی، دانشگاه خیلی بالا پذیرش نداشته ولی خب بهترین کار نیست. بعد دایره‌های بزرگتر و بزرگتر هست و همیشه میگن که آدما وقتی که بخوام به موفقیت، به رشدهای بزرگ برسن، همون اولش تو نمیتونی بری تو بهترین کمپانی تو اون زمینه کار کنی. اینترویو 3 مرحله داره تقریبا. بعد از 11 ماه یه سری مشکلات تو شرکت پیش اومد. رئیس من اخراج شد، خاطر اینکه مشکل داشت با بالا سریا و یه جورایی بعد اینکه رئیس من اخراج شد، یه جورایی تیم بی پدر شده بود، در واقع تیم یتیم شده بود. دیگه ما که وقتی که با همون همکارا صحبت می‌کردیم، یه جورایی به این نتیجه رسیدیم که دیگه جای موندن نیست. دور و بر باز نگاه کردم ببینم فرصت شغل چی هست و یکی از دوستام تو پاناسونیک کار میکرد که و معرفی کرد و رفتم اونجا. بازم چند محله مصاحبه داشت و مصاحبه رفتیم جلو. بعد تو روز مصاحبه آنسایت که مصاحبه حضوری اوکی پیش رفت. یکی از همکارام اونجا ایرانی بود که بعداً خیلی اونم به من کمک کرد بعد اینکه وارد پاناسونیک شدم و تو اونجا دیگه کامل رفتم تو الکترونیکس کولینگ و مثلا با همین آیس پکی که یه مدل الکی درست کرده بودم برای اینکه اونجا شاید 50% کارم وقتم رو آیس پک می‌گذروندم و 3 سال اونجا بودم تا اینکه بعد از 3 سال دیگه احساس کردم که خیلی داره همین چی تکراری میشه. زیادی کامفورتبل شده بودم، همین بحث کامفورت زونی که مهسا مطرح کرد و احساس کردم که من اگه سال اول داشتم 100 یونیت چیز یاد میگرفتم، تا سال سوم دیگه تقریبا شده بود مثلا 10 یونیت و 5 یونیت. خیلی 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 ساده شده بود همین چی برای من. مثلا صبح میتونستم ساعت 10 برم سر کار، 11 برم سر کار، از ساعت 3 برگردم خونه و در واقع همون کاری که همه از من نیاز داشتن انجام بدم. بعد خلاص گفتم چیکار کنم. بعد یه قولی هم رئیسم برای ترفیع شغلی بهم داده بود که اون قول اجرا نکرد آخرش. دیگه منم گفتم اوکی، من میخوام که حقوقم زیاد بشه و میخوام برم یه جایی که خود چالنجینگ تر باشه، بخواد چیز جدید بگم. که بعد چند جا اپلای کردم. شرکت دیگه بهم آفر داد که اون شرکت فرق می‌کرد، یعنی هنکل و پاناسونیک جفتشون شرکت‌های بزرگی بودن، خیلی استراکچر کارم مشخص بود، ولی این کمپانی یه گروهی بود از یک کمپانی بزرگتر که این گروه یه جورای مستقل بود، یه خورده حالت استارتاپی داشت که باید خیلی کارا رو همزمان هندل می‌کردن و آفر خوبی دادن و پوزیشنش هم خوب بود. کارم خیلی سنگین تر بود دیگه، ولی باعث شد کلی چیزام یاد بگیرم. آره خیلی چیز یاد گرفتم، خیلی استرسفول تر بود که تا امروز من تو اون شرکت دارم کار میکنم ولی 2 هفته دیگه اونجا نیستم چون که حالا اونم ماجراش تعریف میکنم. ولی تو پاناسونیک خب من مانیتور میساختم و مثلا پاور سپلای میساختم که در واقع من انالیتیکال انجینیر بودم که بهشون کمک میکردم که یه جوری دستگاه رو دیزاین کنن که علاوه حرارتی فیل نشه، آتش نگیره، اوورهیت نکنه و اینجور چیزا. ولی الان تو ادوانتست شرکت الانم ما مثلا یه دستگاهی میسازیم که اندازه یه اتاقه، خیلی پیچیده است و 1000 تا مکانیزم داره میاد و میره و قبلش اگه ما مثلا 50 وات حرارت رو منیج میکردیم، الان مثلا دستگاهمون 20 کیلووات حرارت رو منیج میکنه. خیلی خیلی فهم. ادوانتست خیلی چیزا من یاد گرفتم ولی یه سری بدی‌ها هم داشت. من هیچ فلکسیبیلیتی نداشتم. کارها اینقدر شدید بوده، اینقدر روی من ریلای میکردن که من حتی اگه 10 دقیقه نبودم تو شرکت، نبود من احساس میشد. کاری باشه که من
یه خورده فلکسیبیلیتی بهم بده و فلکسیبیلیتی هم میتونه فلکسیبیلیتی زمانی باشه، هم میتونه فلکسیبیلیتی مکانی باشه. یعنی اینکه من حتما 8 صبح تا 5 عصر مجبور نباشم کار کنم یا حتما مجبور نباشم تو آفیس خودم باشم و کار کنم. مخصوصا از وقتی که کووید شروع شد و همه دوستان مثلا مهسا و خودت که از خونه کار میکردین، یه جوری برای من خیلی مهم شده بود و من میخواستم حسوده بود نکنه یه آدم حسود و من میخواستم که اون قابلیت رو هم داشته باشم. اما خب تو رشته های ما که هاردور هستیم باید حتما نزدیک اون چیزی که میسازیم باشیم تا بتونیم تستش کنیم یا دیزاین کنیم یا با هم فکر کنیم و اینا. کلا فرهنگ شرکتی فرق میکنه. با هم تماس گرفتن و یه خورده باشون صحبت کردم و دیدم که اونا تا یاد خوششون اومد، بعد منم که خب خوشم اومده بود و باهاشون رفتم جلو و در نهایت بعد از چند تا مرحله مصاحبه و اینا دیگه بهم پیشنهاد کاری رو دادن. شرکتش هم شرکت هاندای، همون هیوندای خودمون، که اینا الان دارن روی فلاینگ کار سرمایه‌گذاری میکنن یا همین ایر تاکسی، خودشون بهش میگن urban air mobility، یعنی ترانسپورتیشن هوایی در حیطه شهرها. یعنی از یه جای مثلا یه انتهای شهر سوار یه درون بزرگ مثلا میشیم و میرین مثلا مرکز شهر پیاده میشین که از ترافیک دور بزنین یا خیلی سریعتر بتونین برین. و الان تو مراحل اولیه شونه دارن تیمشون رو میبندن و من خیلی دوست دارم تو این مرحله اینوالو بشم و پوزیشن من هم هنوز ترمال منیجمنته، ولی خب الان من اینچارج، یعنی مسئول باتری و کابین کولینگ و روتر و الکتریک موتور و تمام اینا قراره که اینچارج ترمال منیجمنتش من باشم و خیلی خیلی چالنجینگه و تا یه حدی ترسناک هم هست، اما خب من فکر می‌کنم که بتونم توش موفق باشم و ببینیم که چی میشه. خیلی از بچه‌ها پرسیدن تو چند وقت مثلا ما می‌خوایم مثلا یه ذره افرادی بریم که استارتاپ زدن یا درمون استارتاپ میدونن و تا اونجایی میدن خودت دوست استارتاپ داشتی، حالا نه کدومش موفق بوده کدومش مثلا چیز بوده، ولی یه ذره می‌تونی در مورد استارتاپ صحبت بکنی؟ آره خب یه چیز خیلی معروفی هست اینجا و همه هم که حالا چه ما ایرانی‌ها چه غیر ایرانی‌ها هم پر از ایده هستیم، مخصوصا از وقتی که کلا این مفهوم اپلیکیشن های موبایل اومده خیلی در رو باز کرده به خیلی چیزهای مختلف و هرچی هم که ما میشنویم همش ساکسس استوریه که مثلا داستان‌های استارتاپ های موفق، ولی خب اصلا ساده نیست. هر کسی هم که دوست داره بره وارد این زمینه بشه و دوست داره یک چیزی رو تلاش کنه خیلی باید پیش زمینه‌شو هم یاد بگیره، هم تست کنه، آیدیاشو تست کنه، ایدهشو تست کنه. اینا خیلی مهمه. من میتونم مثلا یه سری کتابا، حالا هر کسی خیلی اینفورمیشن زیاده تو اینترنت درباره‌اش، ولی مثلا سریع بخوام بگم من کتاب لین استارتاپ اریک ریس رو توصیه میکنم که اونو به عنوان یه دایره المعارف، یه گایدلاین، یه مسیر راه بگیرن و با اون برن جلو. خیلی مهمه. کتابای استیو بلانک رو بخونم هم خیلی مفیده. تجربه من یه جورایی خیلی آزمون خطایی بود. اولش من یه جورایی افتادم توی استارتاپ که دربارش صحبت کردیم دوران پستاکم و بعد از اون دیگه من عاشق کلا این کانسپت شدم، عاشق انترپرنوریال جورنی شدم. هرچند یه خورده دوران کودکی و اینا باهاش سرکار داشتم. چه مراحلی داره؟ چه استپایی داره؟ والا اول از همه خب تو باید ببینی که دنبال چی هستی تو زندگی و اینکه آیا یه همچین استارتاپ، یه همچین جورنی آیا برای تو ایدئال هست یا نه. برای خیلی ها ایدئال نیست، برای خیلی ها اصلا برای این کار ساخته نشدن و اینکه تشخیص بدی که آیا برای این کار ساخته شده یا نه، جز اینکه تلاش کنی و
اولین و دومی رو امتحان کنی نمیتونی بفهمی که آیا برای این کار ساخته شده یا نه، چون از دور همه چی خیلی قشنگه. و اول از همه خب به هر حال از ایده شروع میشه. لزوما هم از ایده شروع نمیشه، ولی برای ماهایی که یه جورایی تازه کار هستیم و ناشی هستیم همیشه از ایده شروع میشه. و بهترین کار اینه که ایده رو شیر کنین با بقیه، ببینین که آیا طرفدار داره. مهمتر از همه اینه که ببینین براش مارکت وجود داره یا نه، براش خریدار وجود داره یا نه. این از همه چیز مهمتره. خیلی ها من که با بعضی وقتا با دوستان ایرانیمون که صحبت میکنم مثلا میگه من یه ایده دارم، حالا باید چه کار کنم؟ من میگم خیلی خوبه، آفرین، حالا مثلا بگو که ایده چیه، من میتونم راهنمایی کنم. میگه نه، ایده‌مو نمیتونم بگم، باید اول برم ایده‌مو ثبت کنم، ایده‌مو پتنت کنم تا بعد بتونم باهات مثلا به اشتراک بذارم، در میون بذارم. چون که مثلا حالا به خیال خودشون اینه که من میرم مثلا ایده‌شون رو میدزدم، یا اگه با کسی دیگه ای صحبت کنن اونا میرن ایده‌شون رو میدزدن. ولی من همین الان به همتون میگم که ایده شما، مطمئن باشین قبل از شما 50 نفر دیگه به این ایده فکر کردن. هیچ ایده جدیدی در واقع وجود نداره. حتی کمپانی موفقی بگیریم، اوبر بگو، فیسبوک بگو، چون آمازون بگو، هر کمپانی موفقی شما بهش فکر کنین حتما قبلش بهش چند نفر فکر کردن، حتی چند نفر تلاش کردن و نتونستن به این حد از موفقیت برسن. چون بیشتر از اون که ایده مهم باشه، اکزیکیوشن اون ایده یا انجام اون ایده، پیاده کردن اون ایده مهمه. جز اینکه ایده شما مثلا یه فرمولاسیون خاصی برای درمان کنسر، برای درمان سرطان باشه، این چیزای خارق العاده خاص. بعد برای اینکه ایده‌تون رو شما تست کنه نیازی ندارین که بسازین محصول رو. خیلی مهمه. من اینو به قول آمریکایی‌ها learned it the hard way که وقتتون رو الکی باید بذارین روی چیزی کار کنین، بسازینش، هی درگیر پیچ و خماش میشین، هی فیچر اضافه کنین، هی توانایی بهش اضافه کنین یا کم کنین. شما اون محصول اولیه‌تون رو تعریف کنین، بگین که اوکی من دارم یه چیزی میسازم برای این اپلیکیشن، برای این کاربرد. به آدمایی که فکر میکنین نیاز به اون محصول دارن توضیح بدین براشون، ازشون بپرسین آیا همچین چیزی رو به کارتون میاد، الان مشکلتون رو چجوری حل میکنین، اگه همچین محصولی بیاد چقدر براتون جذابه، چقدر حاضرین براش پول بدین. و خودتون رو گول نزنین. اگه با 5 نفر صحبت کردین و هر 5 نفر گفتن که اوکی آره خوبه، من مثلا ممکنه امتحانش کنم، نگین که او خیلی عالیه، یا اگه گفتن که نه حتی اونم کافی نیست. یعنی خیلی باید اون محل اولش مارکت ریسرچش خیلی مهمه. میگم این کتاب لین استارتاپ اگه بخونید اینا همه رو براتون توضیح میده و سعی کنین که تا اونجایی که میشه فیدبک بگیرین. فقط هم به محبت دوستاتون قانع نشین. برین تو خیابون از آدما بپرسین، تو اینترنت مثلا رندوم از آدما میتونین تو این فروما، تو انجمنا بپرسین. این خیلی مهمه. دعوا گفتم بازم میگم خیلی مهمه. محل اول وقتتون رو الکی نذارین. اگه دیدین یه مارکتی یه محصولی طرفدار اونقدر زیاد نداره، مووان کنین، بذارینش کنار، برین سراغ ایده بعدی. چون میگم ایده زیاده، خودتون رو در بند یک ایده قرار ندید الکی. بعد خلاصه فرض کنین که شما برین محل بعدی، شما اون مارکت ریسرچ انجام دادین، احساس کردین که اون مارکت خریدار داره، برای اون محصولتون مارکت وجود داره. محل بعدی میشه یه استپ بعد از اون و اونم اینه که اوکی شما بر اساس کاستمر اینترویوهاتون میگین که اوکی محصولی که به نظر میاد براش خریدار وجود داره باید چه ویژگی هایی داشته باشه. ویژگی هایی رو که تعیین کردین میگین که اوکی مینیمم ویژگی هایی که کاستمر میخواد چیه و شروع کنین MVP اونو بسازین. تازه الانه که شما میرین وارد کار میشین که اون دستگاه رو یا اون دستگاه یا اون اپ رو واقعا بگیرین بسازین. که حالا MVP شو میسازین، بعد MVP سعی کنین که تا اون حدی که میشه لین باشه، در واقع لاغر باشه، یعنی با مینیمم فیچرهایی که نیازه. بعد MVP تون رو به کاستمرها نشون میدین. حتی سعی میکنین اون MVP که مینیمم وایبل پروداکته اونو سعی میکنین که بفروشین به کاستمرها. اگه کاستمر حاضر شد براش پول بده، این از همه چیز مهمتر نشون میده که واقعا ولیو داره اد میکنه. و دیگه مارکت سایز کنین و اینا، MVP تون رو بسازین. اگه میتونین محصول رو به جای برسونین که خودتون بتونین برین بفروشینش،
شروع کنین به فروختن، درگیر اینوستورها و فان ریز کردن و اینجور چیزا نباشین. حواستون رو فقط پرت میکنه، ساده نیست، مخصوصا تو این دوره زمانه که هر کسی ایده داره و هر کسی میتونه سریع MVP بسازه. اینوستورها خیلی سختگیر شدن. سعی کنین که بگین که به اینوستورها بتونین نشون بدین که من این محصول MVP شو ساختم، همین الانش که یه محصول داغون ساده ساختم تونستم به 50 نفر مثلا بفروشمش، یا مثلا 100 تا یوزر فری رایگان تونستم تو اپم ثبت نام کنم. حالا 100 تا که خیلی کم، بالا 1000. بعد اون موقع است که شانس دارین که پول ریز کنین و تمام این کارا رو شما میتونین on the side در کنار شغل اصلیتون انجام بدین. اصلا نیاز نداره که شغلتون رو کویت کنین و 100% روی این وقت بذارین، هرچند میتونه خیلی کمک کنه، ولی تمام این کارا رو شما از دید من قبل از اینکه شغل اصلیتون از دست بدین تا اینجا برسونین که بعد بتونین وارد مرحله بعدی بشین. بعدش یه جای اون اول ویدیو گفتی که نگاه کنین که هر جایی که لازم شد، چون به هر حال طرف نمیتونه تمام 100% انرژیشو بذاره و تا آخر عمرش وایس سر این پروژه. خب کی ما میتونیم متوجه بشیم که آره اینجا جاییه که دیگه این پروژه نمیگیره؟ خب این خیلی مهمه. مثلا از دید من اکثر ایده هایی که تو ذهنتونه همون قسمت مارکت ریسرچ که داریم با کاستمرها، با خریدارهای آینده صحبت میکنین، همونجا خیلی چیزا میتونه بهتون بگه، همونجا میتونه یه نقطه اتمام برای این ایده باشه مثلا. و خیلی سعی کنین که ایده براتون یه چیزی نباشه که بهش وابسته بشین. اگه دیدین که مارکت براش وجود نداره، تموم شد، همونجا باید قطعش. چیز کوچیک بگم، من خودم حالا بعد از زمانی که با محمد بودم 2 تا از استارتاپاشو در جریانشون بودم، حالا دومیشو بیشتر، و من خودم با بدون اینکه درگیر این قضیه باشم از بیرون نگاه میکنم، تفاوت محمد، دیدگاهش، خوب کار کردنش رو بین این دوتا به طور خیلی خیلی واضح میبینم و احساس میکنم که چقدر حرفه‌ای‌تر، چقدر میگن هوشمندانه تر قدم برمیداره، وقتش رو کجا سرمایه گذاری میکنه. و من به عنوان میگم کسی که بیرون از این قضیه هستم، نه به عنوان همسرش، به عنوان کسی که دارم به یک کسی که روی ایده داره کار میکنه، میبینم که چقدر رشد کرده. حالا راه تماس با محمد ما میذاریم پایین ویدیو و حالا ویدیو الان هستش. با محمد میتونید اگه مثلا بچه‌ای که علاقه دارن برای استارتاپ زدن میتونن با محمد مثلا صحبت بکنن و میدونم محمد حتما میتونه کمکشون بکنه و دیگه افراد وارد اون مراحل سخت نشن، بدونن که آقا مثلا ایده‌ای که دارن، یا مسیری که دارن میرن مسیر درستی هست یا ایده‌ای که دارن ایده درستی هست یا نه. آره، حالا در ادامه همون ما یک اسلک گروپ هم درست کردیم برای حمایت از آنترپرنورهای ایرانی. اگه بهم ایمیل بزنید من میتونم باهاتون شیر کنم. کلا از من خیلی مهمه که ایرانی‌ها همدیگه رو حمایت کنن. برای ما که تو آمریکا هستیم این قضیه استارتاپ اینا خیلی سخت‌تر از آمریکایی‌هاست، خاطر اینکه ما کانکشن خیلی مهمه، اون کانکشن‌ها رو نداریم، خیلی سخته ما بتونیم جنریتش کنیم. زبان خیلی مهمه، اینکه انگلیسی رو بتونی راحت صحبت کنی و بتونی منظورت رو راحت برسونی خیلی مهمه. یعنی استارتاپ یه بخش خوبش استوری تلینگه که خیلی باید پرکتیس کنیم تو اون زمینه‌ها و کلا برای ما سخته، برای همین باید اصلا دیگه حمایت کنیم. خب من تو ایران پدرم خوشنویس بود و هنوزم هست و خوشبختانه از کودکی یه جورایی مجبورم کرد که من یاد بگیرم و خب من تا دوره ممتاز رفتم و اینجا هم کلا همیشه خوشنویسی یه جورایی ساید اینکام بوده برام، حتی تو ایران و اینجا هم خوب ادامهش دادم. گاهی وقتا اینجا کلاس خوشنویسی میذارم برای بقیه. یه شرکتی هم زدیم به اسم مشکین خط که کلا یه سری محصولات خوشنویسی، یعنی یه سری محصولات با که توش هنر خوشنویسی ادغام شده، مثلا یه سری تابلوها، یه سری مثلا زیرلیوانی، سینی، حالا اگه بریم meshkinkhat.com میتونیم ببینید یه سری چیزا رو، و حتی مثلا دیزاین تتو یا دیزاین تابلو، از اینجور کارا هم انجام میدیم که خب این در واقع میشه یه استارتاپی که از دامن اکسپرتیز من توش به کار رفته و اینم خیلی مهمه تو زمینه استارتاپ‌ها که
روی چیزی کار کنین که شما توش نالج دارین و مثلا من اگه مکانیکال انجینیرم نرم یه اپ سوشال میدیا بزنم چون فکر میکنم که اون اپ سوشال میدیا ممکنه مارکت داشته باشه که البته اشتباهی بود که خودم کردم. ولی اگه من مثلا یه استعدادی دارم و میتونم مثلا یک مثلا همون مال خطاطی در وسیله تولید بخوام بفروشم، مثلا چطوری چه پیشنهادی میدی، چه مسیری باید انجام بدم؟ آره ولی من توصیه میکنم به ویدیو جدا برام داشته باشین چون خیلی دیتیله، خیلی داستان داره ولی ساده. تاپیک بار میتونی پس قولشون میدی؟ ها قول ویدیو. آره مثلا هم من میتونم بیام هم بچه‌ها دیگه زیادن ولی مثلا کاری که من برای مشکین خط کردم خیلی ساده بود. مثلا شاپیفای یه وبسایتیه که یه پلتفرمی بهت میده که توش میتونی یه آنلاین استور خیلی سریع در عرض 5 دقیقه راه بندازی. یه هزینه خیلی کم ازت میگیره ولی قشنگ میتونی کارتو شروع کنی، وبسایت بزنی و دیگه از اون به بعدش دیگه میشه یه خورده تبلیغ بکنی، بتونی ویزیتور بیاری به وبسایت. پس بچه‌ها اگه دوست دارین که محمد ما یه بار باهاش اینترویو داشته باشیم که در مورد همون استارتاپی که مثلا برای همین کار هنری اینا هستش دوست دارین اینطوری صحبت داشته باشیم، دست بالا یه کامنت حتما کامنت بذارین که ما بدونیم که آقا واقعا مشتاق این ویدیو هستین که با محمد حتما وقتش رو بگیم و این ویدیو رو براشون درست بکنیم. ولی این حتما برامون کامنت بزنین اگر نه شاید ما اینطور باشیم که دیگه بچه‌ها براشون جذابیت نداره. یه توصیه سریع هم به بچه‌های ایران بخوام بکنم اینه که خیلی از این چیزایی که ما گفتیم امروز برای بچه‌های ایران هم میتونه صادق باشه، خیلی سخت داره ولی میتونه صادق باشه. بحث تلاش، بحث اینکه تغییر بخواید تو شرایط موجود بدین ممکنه، بحث اینکه تو چه زمینه‌های کار کنین. اگه شما باز مثلا مارکت ترند رو تو ایران هم دنبال کنین یا هر اتفاقی که تو جاهای مختلف دنیا میفته شاید با یه خورده تأخیر چند ماهه تو ایران هم بخواد بیفته. بنابراین اگه تو کامپیوتر، تو دیتا ساینس، تو مثلا دیزاین، تو یو ایکس، من گرافیک دیزاینر تو ایران میشناسم که خیلی موفقه، پروداکت دیزاینر تو ایران میشناسم که از آمریکا براش پروژه میفرستن تو ایران دیزاین میکنه و پول معادل آمریکایی‌ها رو میگیره. یعنی اگه حواستون باشه و تلاش کنین میتونین واقعا موفق باشین. و حالا اینم گفتیم مثلا بچه‌ها میتونن کلا به ما هم بگن و ما هم میتونیم وصلشون بکنیم به افرادی که مثلا آدمایی که مثلا بهشون میخوره تو اون بیزینس مربوط میشن، یعنی میتونن راحت با ما در تماس باشن و ما با اون افراد درست وصلشون میکنیم. کلا من همیشه میگم که شانس خیلی دخیله، یعنی نمیتونیم ما شانس رو انکار بکنیم. من شانس رو بردم توی هزاره مختلف، میگن که on the right time in the right place بودم، یعنی در زمان درست در مکان درستی بودم. من خیلی ناراحت میشم برای کسی که تو ایران هستن که حتما از من خیلی باهوش‌ترن ولی الان تو شرایطی هستن که نمیتونن خودشون رو نشون بدن موفق بشن. من خودم رو شاید آدما خوششون نیاد، من خودم مدیون آمریکا میدونم به خاطر اینکه واقعا آمریکا این شرط رو فراهم کرده که من بتونم به این جایی که هستم در مقابل خیلی هنوزم هیچی نیستم ولی برسم. ولی اینو دارم میگم که شانس دخیله ولی اینجوری نیست که همیشه آدم تو بعد شانسی باشه و به بهانه شانس و شرایط بعد دست رو دست بذاره هیچ کاری نکنه. آدم توی هر شرایطی، میگم شما به این فکر بکنید که من همیشه فکر می‌کردم که همه رفتن جلو و من موندم، ولی من الان که بعد از 3-4 سال نگاه میکنم من شاید در یک مکان و یا حتی بهتر از خیلی از اون آدمایی باشم که اون موقع از من جلوتر بودن. یعنی و اصلا مهم نیست مقایسه کردنه، ولی دارم اینو فکر میکنم که نباید آدم فکر کنه که من اگر الان عقبم از نرم جامعه یا اگر الان جای خوبی نیستم همیشه قرار اینجوری باشه، چون ممکنه جواب یه پادکست باحال گوش میدادم که طرف میومد در مورد همین چانس اینا صحبت می‌کرد، میگفتش که 4 مدل چانس داریم، حالا نمیخوام وارد دیتیلز بشم ولی یه چانس دو تا چیزی که باحال میگفت یه چانس هستش که مثلا تو بلند میشی مثلا میگن آقا این چک $1 میلیون، یه دونه چانس، یه دونه هستش که تو تلاش میکنی و هم مثلا کمپانی آمازون و مثلا گوگل اینا مثلا یه چانس اپورتونیتی داره که مثلا با اون مصاحبه بکنی و این به خاطر تلاش تو بوده. یه مثلا آمریکا اومدن، خب خیلی میدونن مثلا آمریکا بخوای بیای چانس ویزا گرفتن 50-50 است، ولی همین که چانس اون 50 رو بر خود ایجاد بکنی خب اون دوباره چانس خالی نیستش، یعنی تو یه تلاشی کردی که به اون سفارت برسه، اون درسته اون 50-50 اون دیگه با خوش شانس باشه. حالا من فقط یه جمله بگم که مهسا فوق‌العاده اسمارته، یعنی اسمارت ترین آدمیه که من از نزدیک باش اینتراکشن داشتم و واقعا هم تلاش کرده. ما چون همیشه می‌خوایم که معمولا بچه‌ها یکی دو تا کتاب معرفی بکنن. اگه حالا دوست داری مثلا اگه دوست داری که گوش میدادی اخیراً؟ آره پادکست کتاب یعنی من بیشتر علاقه به پادکست دارم و آدیو بوک. والا کتاب
اسم کتاب میشل اوباما رو یادم نمیاد. بیکامینگ. آره اون کتاب خیلی برای من جالب بود. خب اون کتابشو گوش دادم. بعضا مثلا برای خانم‌ها خیلی اینسپایرینگ هستش. یه کتاب دیگه هم که Do the Work فکر میکنم اسمش هست که اونم خیلی جالبه برای کسایی که از نه میتونم نگاه کنم تا آخر پادکست. حالا هم برامون میگم پادکست. آره. برای آخر ویدیو ما میتونیم پایین ویدیو بزنیم برای بچه‌ها بزنیم. آره ولی Do the Work هم کتاب خیلی خوبیه به خاطر اینکه به آدما میگه که به آدم‌هایی که از بچگی حالا مشکل اعتماد به نفس داشتن، احساس می‌کنن که نمیتونن، اینکه کافی نیستن، نمیتونن تمرکز کنن روی کارشون و اینا، خیلی برای ماها برای شناخت خودت و باور به خودت و قدم درست برداشتن خیلی کمک میکنه. من خیلی خیلی تحت تاثیر این کتاب قرار گرفتم. هومو سیپینز آدم هراری دقیقاً اسمش رو یادم نمیاد. اون کتاب کلا خیلی جالب و آی اوپنینگه که نشون میده که واقعا ما آدم‌ها از کجا اومدیم و با هم دیگه هیچ فرقی نداریم، همه باید حقوق برابری داشته باشیم و چقدر خب خیلی جالبه دیگه. حالا باید گوش کنی ولی این سه تا کتاب برای استارتاپ‌ها که همون کتاب لین استارتاپ، برای کلا یه کتابی که من اخیراً گوش دادم Predictably Rational، یعنی به صورت قابل پیش بینی غیر منطقی، که مال فکر می‌کنم دن آریالیه. خیلی کتاب جالبیه، درباره پترنا تو زندگی صحبت میکنه و اینکه چطور خیلی چیزا با وجود اینکه خیلی رندوم هستن ولی یه نظمی توشون هست. خدا همین میگه Predictably Rational. خیلی کتاب جالبیه. سخن آخر، حرف آخر. سخن آخر این که یه ذره شاید خیلی شخصی بود داستانای ما، ولی خب آدم میتونه هر کسی به خودش رو جای ما بذاره تو این شرایط. ولی من 2 تا چیز میخوام بگم که همیشه اینا یادم مونده. یه آقایی که خیلی موفقه توی بیریا، توی سان فرانسیسکو، توی کمپانی تک خیلی خوب، شنیدم که در سال یک روز به تنهایی به دور از خانواده‌اش میره توی کوه و اینا و راه میره. اونقدر راه میره که احساس کنه دیگه حتی یک قدم دیگه نمیتونه برداره. یعنی هر قدمی که برمی‌داره به خودش میگه اگر یه قدم دیگه هم میتونی ادامه بده و این کار میکنه که به خودش نشون بده که از اون لحظه اولی که احساس کرد دیگه قدم بر نمیداره هنوز خیلی تونست راه بره و چقدر توانایی داشت. و این در واقع این چیزی که به من یاد میده اینه که ما تواناییامون اصولا از اون چیزی که باور داریم خیلی خیلی بیشتره و فقط باید خودمون رو زور کنیم، به خودمون باور داشته باشیم و همیشه به خودمون بگیم که میتونیم. من بهم ثابت شد این قضیه و هنوزم باور دارم که توانایی خود من خیلی خیلی بیشتر از این چیزایی که تا الان به خودم ثابت کردم و برای شما هم حتما همین خواهد بود. و دومین چیزی که می‌خواستم بگم اینه که ما راجع به یادگیری برای یه مهارتی همش حرف زدیم، ولی من می‌خواستم اینم بگم که مثلا برای کمپانی مثل آمازون یه بخش خوبی از اینترویو به چیزای کالچر میگن، فرهنگی، روابط اجتماعی آدما خیلی خیلی تمرکز داره. اینکه یک عالمه از مصاحبه تمرکز داره رو اینکه تو چطوری میتونی با بقیه در ارتباط باشی، چجوری به اهمیت میدی به بقیه، چطوری میتونی کار خودت رو کاری که کردی رو منتقل بکنی به آدما و بهش میگن کالچر توی آمریکا. و کالچر خیلی خیلی مهمه، ما چه برای زندگی اجتماعی چه برای کار، و حواسمون باشه که اینو اصلا نادیده نگیریم و برای اینکه برای شغلی آماده بشین حتما روی بخش فرهنگیش هم خیلی خیلی تمرکز بکنین چون واقعا نقش خیلی مهمی داره. همین، خیلی ممنون که با هم مصاحبه کردین. امیدوارم که واقعا مفید باشه. اگه طولانی بود، اگه خیلی شخصی بود، واقعا ببخشید. اگه سوالی داشتین من در خدمتم. اگه کمک از دستم برمیاد برای کسی که میخوان رشتهشون عوض بکنن، حتما اگه کمک از دستم برمیاد خوشحال. فقط خدافظی نکنید، بذار محمد هم دو تا بگه. منم آدمم. خب آخه به من گفتی سخن آخر. من دیدم آخه داری خدافظی می‌کنی، گفتم یه ویدیو رو تمام نکنید. نه من گفتم من تمومم، حالا بعد آخرش سخن آخر. والا من در واقع هم چیزی که تو خواستی رو می‌خواستم بگم، تو گفتی رو می‌خواستم بگم، چون که هماهنگ کرده بودی. نه چون که هماهنگ نکردم. آره فکر می‌کنم ما خیلی درباره هارد اسکیل ها صحبت کردیم. دقیقاً. خیلی از سافت اسکیل ها هست که همونجوری که محسن اشاره کرد ما اصلا اشاره نکردیم. کلا انقدر مباحث گسترده است که توی ویدیو نمیشه جمعش کرد، ولی مثلا تیم ورک خیلی مهمه. یه سری چیزایی که ما تو ایران یاد نمیگیریم اینجا خیلی مهمه. تیم ورک مهمه، کامیونیکیشن خیلی مهمه.
من همین چند روز پیش داشتم با یکی از دوستان صحبت می‌کردم، میگفت که ما میتونیم مثلا میگفت ما میتونیم مهندسای خوب پیدا کنیم، ولی مهندسی که رایت اتیتیود داشته باشه رو نمیتونیم پیدا کنیم. یعنی مهندسی که علاوه شخصی و اخلاقی و فرهنگی آدمی باشه که بشه بهش اعتماد کرد، بشه به حرفش تکیه کرد و بهش مثلا دنبال کار باشه، این خصوصیات رو داشته باشه سخت‌تر پیدا کنیم تا یک کسی که فقط مهندس خوبیه. و هم خواستم میگم که اینا خیلی مهمه، رو اینا باید کار کنیم. نه واقعا حرف قشنگه، چون ما مثلا ویدیو قبل دو سه تا ویدیو قبلی هم حالا بچه‌ها میتونن اونایی که ندیدن منو نگاه کنن، مال مدیر ساخت. دقیقاً بچه‌ها همین رو میگفتن واقعا چه برای اصلا جاب پیدا کردن خیلی مهمه که مثلا اون سافت اسکیل، چون هارد اسکیل رو به هر حال تو دوران مثلا کار کردن به دست میاری، یا به هر حال یه ذره مثلا مطالعه بکنی دست میاری. اون سافت اسکیل مثلا باید بشینی تمرین بکنی و بتونی مثلا اون نتورکینگ رو انجام بدی و اون اسکیل ها به دست بیاری و انجام بدی. واقعا دمتون گرم بچه‌ها وقتی گذاشتین، واقعا میدونم من که خودم خیلی لذت بردم، بچه‌ها میدونم خیلی لذت بردن و واقعا مرسی ازتون و دیگه میتونیم با بچه‌ها خداحافظی بکنیم. خداحافظ همگی، امیدواریم که مفید بوده باشه براتون. اگر سوالی چیزی داشتین ما حتما در خدمتیم، با ما تماس بگیرید. همچنین اگه سوالی چیزی بود لطفاً بپرسین. مرسی که تا اینجا رو دیدین. فقط مثل همیشه ما رو کامنت و لایک و اینا برای ما بذارین و به دوستاتون هم معرفی بکنین، چون میدونم دوستاتون میتونن استفاده بکنن، چه حالا اونایی که تو ایرانن، چه آمریکا، کشور دیگه. و اون اول ویدیوام بهتون گفتم یه کامنت وقتی میذارین اگه مینیمم از 4 روز جواب نمیدیم حتما کامنت بر اون دوباره بذارین، چون واقعا برای ما نظراتون خیلی مهمه و اون کامنت رو میذارین انرژی کلی ازش میگیریم. و مرسی که ما رو فالو میکنین. جای امیرسان خالی بود دیگه، پیچون منو مثل ویدیو قبلی من پیچون بود، ولی حالا دیگه ویدیو بعدی به زور میارمش، من دست خوش باشین. دیگه خوش باشین تا زور دیگر، بدرود. خداحافظ.